2 سال مغز مردم رو خوردن رسانه و شرکت ها که آره اولین کراسوور ملی داریم، اولین کراسوور فلان. 2 سال برای یه ماشین. این صدایی که شنیدین صدای ESP تکنولوژی 50 سال پیشه. بالاخره اومد به بازار و ما هنوز بررسی نکرده تولیدش متوقف شد به خاطر ایرادات عجیب غریبی داشت. اینکه این ماشین رو 1.500 1.400 1.300 1.200 خریدین حساب نکنی که بگین نه دیگه ایمنیش دیگه خوبه، این دیگه مثل پرشیا و فلان نیست. نه اینجوری نیست. ریرا که اینجا میبینین خدمتتون هست اومده که پابوستون باشه. ESP به بدی هرچه تمام‌تر عمل میگه اینجوری میکنه. این ماشین به خدماتش خیلی دلخوشن ملت و میگن که چون تولید بزرگترین شرکت خودروسازی داخلیمون هست پس 100% خدماتش اوکیه. حالا بهتون میگم چه داستانایی داره. این همه تبلیغات، این همه تو بیا دبدبه کبکبه رو بندازی بعد اینو بزنی خب یه لایه چرم ساده مثل میکشیدی روش. حالا اینکه این ماشین واقعا به درد میخوره به درد نمیخوره، چه رقیبایی داره با بودجه حدود 1.500 600 که الان توی بازار هست، در حد چی بگم نمیدونم. واقعا هیچ ماشینی اینجوری ترسناک نبوده که و چه داستانایی در ادامه خواهد داشت. و همه اینا رو با من همراه باشید تا بریم ببینیم که آقا ریرا اصلا به درد این که اسم ماشین روش بذاریم میخوره یا نه. از اونجایی که متاسفانه به خاطر قوانین مزخرف و چرت و پرتی که سالهاست روی مملکت ما و روی مرزمون گذاشتن برای بحث خودرو و اسم تحریم و آی نمیتونیم و آی سخته و دلار فلان رو گذاشتن، ولی در اصل یه چیز دیگه است. مردم ما یه چیزی غیر سمند و کویک و تیبا میبینه یا اینجوری میشه در حالی که چندان چیز خاصی هم نیست. همین ماشین تو خیابون وقتی میره همه اینجوریان میگن انگار چی دیدن حالا، ولی از نظر ظاهری تا حدودی جذاب هست به خاطر اینکه چراغاش گنده هست و تو چشم میزنه و طراحی جلوش هم تا یه حدودی خشن نشون میده. بخش مونتاژیشو بهتون بگم که از همون اول میتونم واقعا قهوه‌ایش کنم دیگه، بهش زیاد گیر نمیدم. مثلا کاپوتش این ور اونور فاصله با هم یکی نیست، فاصله روی چراغ یکی نیست، متریال جلو پنجره اینا این یه دست ساده میذاره قرچ اینجوری صدا میده. از نظر طراحی زیاد بهش گیر نمیدم، از نظر مونتاژی و البته این قسمت پلاستیک نیومدن رنگی بذارن که به نظر من نکته مثبتی، چون اینجا معمولا توی رانندگی ایرانی و این همه سپر به سپر میریم معمولا مشکل میسازه و زود رنگش میفته. یکی از چیزایی که ضایعه تو این ماشین رینگ و لاستیکشه. 215 55 رینگ 18 ارزش خیلی ضایعه ولی فاق لاستیک خوبی داره و همین فاقه توی سواری میبینین که به چه دردی میخوره. یه دونه روفرک اینجا داریم که باز بدون رنگ، این رنگی آفتاب سوخته میشه خیلی زشت میشه اینجا. این دیگه مثل جلو نیست، این باید حتما یه رنگی میداشت. یه دونه کرومکاری ساده، دستگیرها هم رنگ بدنه و ابعادیشو بخوام در نظر بگیرم میشه گفت هایمای S5 یه ذره از این بزرگتره. جک S3 یعنی بیشتر شبیه جک S3 میمونه این قیافه این ماشین، ولی از نظر قیمتی با KMC X5 با KMC A5 حتی تا حدودی و البته MVM X55 با این ماشین میتونه رقیب باشه. توی نمای عقبش یکم بزرگتر نشون میده، یکم گنده تره. یه باله اینجا داریم. این همه تیکه ساختاری تو این یه تیکه صندوق عقب چیه؟ من واقعا توی موندم که یه تیکه اینجا هست، یه تیکه اینجا جدا شده، یه تیکه وسط جدا شده. این همش دردسره. اینا همش برای بعدن که مالکی تصادفی چیزی کرد باید بود دنبال تیکه تیکه اینا. این قسمت اومدن یه حالت حاشیه مانند برای درب صندوق درست کردن. یه ریرا اینجا نوشتن که ریرا به صورت فارسی نوشته شده. یه سری اصلا ممکنه خوششون نیاد بگن که چرا فارسی باشه همه دونه انگلیسی، ولی من تا حدودی میگم که باحاله، مال خودمونه. البته مال خودمون که میگم اسمم مال خودمونه وگرنه حالا کجا تولید شده بماند. توی دنا هم اینجوری بود که اون موقع هم دیدیم دنا نوشته شده بود فارسی و اینجا هم همین قضیه است، هیچ چیز دیگه ای نداریم. یه لوگوی کوچولو هم اینجا، دو تا خروجی اگزوزی که فیک هستن هیچی ندارن. این قسمت همش پلاستیک بدون رنگه که خوبه، درست شکل و ظاهر زیاد لوکس نشون نمیده ولی از این نظر خوبه که بهش بخوره تصادف کنه هر چیزی دیگه رنگش کنده نمیشه. این هم که باز نمیشه باید سویچشو بیارم. سویچ که دستمه، صندوق برقی با سرعت میتونم بگم متوسط، ابعاد صندوق متوسط.
یعنی در حد همون شاید بگم NVM X55 ابعادی. جک S5 یه ذره از این بزرگتره تا حدودی که یادمه. این با همون NVM X55 و جکش هم که می‌بندیم و برقی. لحظه وایسیم ببینیم زاپاس زیر چیه. زاپاسش هم اندازه رینگای اصلیشه که این خودش نکته مثبتیه. اینو خوب شد من چک کردم. دوباره بدیم پایین و بریم سراغ مشخصات فنیش. درب کاپوتو که باز می‌کنیم بو پلاستیک ساختار اینجا اصلا عجیب غریب میاد. جک هم که نداریم. موتور این ماشین همون موتور دناپلاس توربو هست، اتوماتیک که صدای قرچ قروچ از همینجا داره میاد. گیربکسش هم همونه، یه موتور 1.7 لیتری که 4 سیلندره و 160 اسب بخار 240 نیوتن متر گشتاور رو به چرخهای جلو به وسیله گیربکس 6 سرعته اتوماتیک منتقل میکنه. کمپانی گفته که 10.4 ثانیه طول میکشه شتاب این ماشین از 0 به 100، یعنی سرعتش تو این فاصله بره و وزنش هم 1425 کیلوه. چیزی که من انتظار دارم احتمالاً با اون تستایی که کردم حدود 10.5 تا 11 بیاد. حالا مطمئن نیستم، بریم تست کنیم بعد ترمزش هم ببینیم و حواشی ترمزش و برگردیم. دنده رو میذارم روی حالت دی و بعدش ام یا همون تعویض دستی که بیشترین دور موتور رو بگیریم. حالت رانندگی روی اسپورت و ESP هم خاموش میکنم ببینم که چه خروجی به میده. ریرا یازده و 4 راه نمیره، زجه میزنه. تازه ESP هم خاموش کردم، اگه روشن بود از اینم بدتر میشد. راه نمیره، خیلی عجیبه، اصلا یه فشار عجیب غریبی روشه دیگه. 11 و 4 شتاب 0 تا 100 ریرا. برای تست ترمز لوکیشن همیشگیمون و یه جایی که ثابته برای همه ماشینا، از سرعت 100 به 0 100 GPS برای همه ماشینا میریم ببینیم که چه ترمزی رو بهمون میده. حالا اوه عقبش چجوری چرخید، 2 بار چرخید عقبش. 52 متر ماشینی با این همه دبدبه کبکبه، با این همه سر و صدا و حجم تبلیغ، 52 متر اندازه ماشین عهد بوق ترمز نداره. 2 بار عقبش اینجوری چرخید، انقدر ناپایدار موقع ترمز زدن. ماشین 2900 کیلومتر کار کرده. اینم وضعیت ترمزش. در ماشینی که باز میکنیم یه تلپ حلوی میده. اینجا پلاستیک خشکه، این قسمت باز پلاستیکه. خب یه تیکه اومدن حالا به زور یه چرمکاری ریزی که اونم یه چرم مصنوعی داغونه. کیفیت کلیدها و دکمه‌ها خوبه ولی خیلی جالبه اکثر دکمه‌هایی که توی این ماشین به کار رفته فشاریه، یعنی مثلا مثل آدم نمیتونی باهاش کار کنی، باید حتما دستتو تا اینجا بکنی تو اون دکمه که کار بکنه و این خودش یه نکته منفی باعث میشه که دکمه‌ها زود بشکنن. دستگیری و کیفیت خیلی معمولی و ساده. صندلی راننده و شاگرد برقی هستن، دوتاشون گرم کن دارن، مال راننده تنظیم گودی کمر داره. گفتن ترکیب چرم و پارچه، یه تیکه کوچولو چرم زدن، ما بقیه همش خب بگیم پارچه‌ای دیگه با تزیینات چرم. سمت چپ فرمون صندوق پران برقی داریم، خاموش روشن کردن سنسورهای پارک داریم، ارتفاع چراغا و دوربین 360 و اینه که بهتون میگم مثلا دوربین 360 هم چی هست. اصلا کیفیت خوبی نداره، یعنی خیلی خیلی قدیمی میزنه که واقعا تو ذوقم زد. ببینید صدای تبله اینجا کلا پلاستیک خشکه. این همه تبلیغات، این همه تو بیه دبدبه کبکبه رو بندازی بعد اینو بزنی، خب یه لایه چرم ساده مثل میکشیدی روش. این قسمت اومدن یه رنگ فیروزه‌ای تقریبا میشه گفت زدن که باز کیفیت دوختش خیلی ضعیفه. قسمت کرومکاریاش کیفیتش خوبه، من اونا رو دوست داشتم. دریچه کولرها کیفیت خوبی دارن، کولر به شدت خفنی داره، خیلی خیلی قوی، از محصولات قبلیش هم قوی تره. کیفیت ناب و دکمه اینجا ضعیفه. این قسمت شارژر وایرلس داریم، یه پورت USB معمولی، یه دونه USB-C، یه دونه AUX و میرسیم به قسمت مانیتور. اول اینکه زاویه مانیتور جوریه که به شدت انعکاس داره،
یعنی شما بیشتر خودتون و اطرافیان رو میبینین توش تا اینکه دیتا رو توش ببینیم، مخصوصا کلاستر که اصلا ما نمیتونستیم هیچ ویدیویی ازش بگیریم برای نشون دادن به شما. بعد تو قسمت مانیتور وسط کنتراست خیلی خوب، کیفیت رنگ واقعا خوبه، تفکیک رنگا و اون آیتما خیلی خوب، انیمیشن خوب. فقط قضیه اینه که یه ذره ریزه، همه چی ریز و کوچولو موچولو میزنه. فونتش هم خیلی خوبه، همه چی مخصوصا فونتا نوشته رو ریز میزنن، وگرنه تاچش میتونم بگم یکی از بهترین تاچایی که تو این رنج قیمت شما تو ایران میتونین داشته باشین. از نظر کارکردی، گرافیکی، رنگا واقعا حرف نداره. یعنی من برای خودم عجیب بود این قضیه، ولی تاییدش میکنم تو بخش این خیلی خوبه که البته چیز سختی هم نیست. یعنی ما این چند وقته مانیتور هم توی سایت موجود کردیم که خودمون خریدیم، خیلی هم ساده، در همین حد تاچ اینو داره، ولی این چیزی که مربوط به این ماشینه وگرنه مربوط به خود شرکت سازندش نیست، چون همینو میتونید درسته از چین سفارش بدی با قیمت خیلی پایین، حدود فکر کنم $100 هم کمتره. همین مانیتور مجموعاً $100 قیمتش، اگه عمده سفارش بدیم یه سمت $40-50. این قسمت کلید قفل درا و کلید 4 تا راهنمای هم فلشه که کیفیت باز افتضاح، یعنی اصلا تو این قضیه خوب نیست. لیور دنده یه حالت اسپورتی داره که دکمه پی جلو هست و از بغل اون دکمه ضامنشه که به نظر من خوش دسته. فقط این چرمی که اینجا زدن مطمئنم تا 10,000 تا سالم نمیمونه، وگرنه از نظر خوش دستینه واقعا حسال خوب میده. این قسمت ها مالک اومده خودش یه دونه حالت برچسب کاور زده برای اینکه خط و خش، چون به شدت خط و خش میفته اینجا. همش پلاستیک پیانویی هست و یه دونه ناب صدا هست که کیفیتش متوسط، یه دونه هم برای یه حالت موس داره که به شدت کیفیت افتضاحی داره. یعنی این موس رو اصلا جرئت نمی‌کنم دست بزنم اینقدر که کیفیتش بده. 3 تا دکمه اینجا از هوم و بک و سورس که کیفیتشون میتونم بگم ای بگینگی خوبه. نکته بدی که توی این ماشین هست، خیلی هم باشون سر و کار خواهند داشت، اینه که دکمه تعویض حالت رانندگی خیلی خیلی فشاریه و به شدت خودش ضعیف و کوچولو موچولو میزنه. یعنی من میگم این دکمه بیشترین آمار خرابی توی این ماشین رو خواهد داشت، به خاطر اینکه ضعیفه و شما باید تا ته فشار بدی که بتونید حالت رانندگی عوض کنی. یه حالت اسپورت داره، یه دونه نورمال داره که رنگم کلا فقط رنگو عوض میکنه دیگه، تم عوض نمیشه، و یه دونه هم اکونومی داره که یه حالت سبز رنگ میشه، یه دونه هم آبی داره که اسنوه یا همون برفی. من که همیشه میذارم رو حالت قرمز و اسپورته. 2 تا جالیوانی کوچولو موچولو اینجا که عمیق هستن، حداقل یه دونه کنسول خیلی ریز درب و داغون کویکی، یعنی انقدر کوچولو موچولو اینجا زدن که درش هم خیلی سنگین باز میشه، یعنی خیلی سفته و عمق خوبی داره. ارزش خیلی کمه، اینقدر ارزش نگاه کنین ولی عمق خوبی داره و وسایل توش زیاد جا میشه. صندلی اتو رانندگی بهتون میگم که چجوری از سقف جنسش نمده، یعنی یه نمدی که یه ذره اومده یه روکش پارچه خیلی ارزون بهش زدن. یه سانروف داریم که متاسفانه این قسمت ها همش دناییه، یعنی با دنایی هیچ فرقی نداره، آفتابگیر چرمی هستن. این قسمت وسط چراغا کیفیت معمولی داره، دکمه افتضاحه، فوق العاده افتضاحه. سیستم ارتباط با بخش میتونم بگم تعمیرگاه مرکزی و تماس اضطراری اینا تو این ماشین فعاله که ببینید پدر منو امروز در آورد. یهو روشن شد زنگ میزد بی خودی بدون اینکه ما دستی زده باشیم به هیچی، روشن شد. بعد حالا روشن شده بود هیچی، تا یه ساعت بعدش هم سیستمای صوتی کار نمیکردن. این فیلم بردار داره میره خنده. بعد نمیدونستیم چی کار کنیم، خدا این چرا زنگ میزنه، به کی داره زنگ بی خودی کار افتاده، همینجوری دوست داشت. فرمون توی شارژ تنظیم میشه، پایینش اومدن اون چیزا رو حذف کردن، اون حالت پای مانند میله مانند که مثل مرسدس اس کلاس بشه. رنگ دو رنگه که همون خیلی بد دوختن، یعنی خیلی بد دوختن، انگار از این اسپورتیایی که مثلا تو جای درب و داغون کار میکنن کار انجام دادن. این قسمت دکمه حالت پیانویی دارن که کیفیت خوبی داره، کرومکاری باز کیفیتش خوبه. وسط فرمان هم پلاستیک که مثل خیلی هست ولی پلاستیک آشغال نیست اینجا، اینو واقعا تایید میکنم. دست راهنما برف پاکن معمولی هستن، چندان چنگی به دل نمیزنن و آینه بغل دیدش خوبه واقعا نسبت به ابعادی که داره و نسبت به ابعاد ماشین دید خوبی داره. سنسور نقطه کور داره، هیچ سنسور دیگه ما نداریم، نه سنسور تصادف جلو، حرکت بین خطوط و از این جور چیزا هیچی نداریم که توی رقیباش از نظر قیمتی نگاه کنی خیلی هاشون این چیزا رو دارن. سیستم صوتی و
اولین نکته این که روی بلندگوش زدن نام شرکت رو زدن روی خود بلندگو. من تا حالا بنز، بی ام و، پورشه، هر چی که شما فکرشو ندیدم هیچ شرکتی تو دنیا، هیچ شرکت معتبری بیاد اسم خودش رو رو بلندگوی خودش بزنه. حالا شاید یه سری شرکت‌های دیگه من ندیدم، حالا من شاید بدیدم، ولی این حرکت رو زدن که چی میگن 9 تا اسپیکر داره. باور کنید انقدر صداش معمولیه، فقط یه بلندی ساده داره، هیچی، نه بیسی نه هیچی. برام اصلا تستش نکردم، بیخیال شدم. اپل کارپلی اندروید اوتو داره این ماشین، ولی سیمیه. یه دانگلی ما چند وقت پیش موجود کرده بودیم، دوباره موجود میکنیم که شما اونو میزنین به این ماشین، با گوشیتون به دانگل وصل میشین، به صورت بیسیم دیگه هم بیسیم رو میره دیگه. این هم خودش یه آپشن آینه الکتروکرومیک فریملس نیست و چیز دیگه ای نداریم دیگه. صندلی اینم بهتون بگم صندلیاش خیلی کارتونی ان، یعنی خیلی این نشیمنگا اینجاش انقدر سفته که به این ماشین نمیاد واقعا. بیا 1.500 600 بدی به این ماشین. رقیباش تو این قضایه بهترن. حالا از نظر متریالی با رقیبا بخوام مقایسه کنم، توی یه سری چیز ریز و کوچیک شاید بگم تا 20% این ماشین میتونه رقابت کنه، بهتر باشه. ما بقیشو نه، واقعا نمیتونه رقابت کنه. مثلا از نظر آپشنی ماشین آپشن خاصی به اون صورت نداره. قسمت مانیتورش اصلا آپشن جذابی نداره و فقط خیلی همه جا رو اومدن تفکیک کردن زیاد باشه، منوت زیاد باشه. مثلا 4 و این 3 12 11 تا سکشن داره، وگرنه هیچ چیز خاصی نداره. خیلی از سکشن ها با هم دیگه مشترک هستن. بریم سراغ عقب. صندلی هم برای خودم تنظیم میکنم که عقبو ببینیم جاش چجوریه. ردیف عقب این ماشین به خاطر اینکه کلا طول این ماشین 4 متر و 33 سانته، آدم انتظار داره که خیلی راحت نباشه، ولی برعکس پا خیلی راحت برین تا زانو میره زیر صندلی. فاصله زانو از صندلی اوکی، جلو رو برای خودم تنظیم کردم، سرم از سقف کاملا فاصلش زیاد و خوبه و هیچ مشکلی از نظر نشیمنی نداره از نظر فاصله، ولی صندلیش به شدت بی‌کیفیت و ناراحت، یعنی اصلا از نظر استانداردی و اینکه راحت باشه یه ذره با هیچ کدوم از رقیباش نمیتونه رقابت کنه. حتی جک استری بدترین حالت اون جک استری عقبش از اینم راحت‌تره. اینجا عرض کمی داریم، یعنی عرضمون توی ماشین خیلی کمه. 3 نفر مگه اینکه مثلا خیلی جمع و جور اینجوری رسمی بشینه. یه دونه هم اینجا بامپ بزرگ داریم، یه دونه برآمدگی داریم که فکر کنم اگزوز ازش رد شده باشه و یعنی این ماشین دو دیفرانسیل نیست که گاردن از اینجا رد شده باشه. عقب دریچه هوا نداریم متاسفانه. یه دونه USB کوچولو داریم ولا غیر. متریال دقیقاً مثل جلو همون آشغالی که بود، فقط 2 تا تیکه کوچیک چرمی زدن. چراغام که همش پرشیایی و دنای اینا هست. اون قسمت هم دسترسی به صندوق عقب و تا جایی که من میبینم نداریم. 2 تا کاپ هولدر خیلی که اصلا کاپ هولدر نیستن، نمیشه استفاده کرد برای جلیوانی چون میفته زود، ولی زیرآرنجی خوبیه. همه چی هم پارچه‌ایه، هیچ خبری از نمیدونم چرم و اینجور چیزا نیست. فاصله‌شو من دوست داشتم، راحته، خیلی راحته، ولی از نظر ارزی به رقیباش نمیرسه. نکته‌ای که باید حتما بگم قبل اینکه بریم سراغ رانندگی اینه که حالتهای کلاسر علاوه بر موقعی که رنگشون عوض میشه، شما حالت مثلا رانندگی اسپورت و نرمال اینا رو عوض میکنین، حالتهای خودش هم تمیش هم عوض میشه. تو قسمت ستینگ وقتی تم سلکشن میزنین چندین حالت رو بهتون میده که به نظر خودم جالب بود. یعنی این قسمت شخصی سازیش برای خودش خفنه و خیلی زیاد هم میده بهتون، یعنی نه یکی دوتا، تعداد زیادی بهتون میده که خوب حداقل، ولی دیگه خیلی هم چیز عجیب غریب و خاص این سفیده رو بذارم حداقل دیده بشه، وگرنه بقیه دیده نمیشن تو این وضعیت رفله. مجموعاً تو قسمت شخصی سازی کلاستر و رنگاش میتونم بگم قابل قبول و خوب بود. نگن که این میخواد ماشین رو بکوبه فلان کنه، ما دشمنی با هیچ کسی نداریم. درسته شرکتش هم اما شکایت کرد یه بار هیچ کاری هم نتونست بکنه، ولی واقعیت یه چیز دیگه است دیگه. حالا مردم هرچی میخوان فکر کنن. بریم گازشو بگیریم
و وضعیت موتور گیر چه لرزشی میده، یعنی موتور تحت تنشه، ماشین 2900 تا کار کرده اینجوری میلرزه و کل اتاقو میلرزونه. نه اینکه مشکل پولس و اون بالانس بودن چرخا و تنظیم فرمون اینا نیست، خود موتوره و گیربکس یه جوری تنش میده به اتاق که عجیب غریبه. دوباره ببینید مخصوصا یه ذره سربالایی باشه این قضیه بدتر میشه. نکته مثبتش رو بهتون بگم که نقاط کورتون کمه، دید خوبی داریم به جلو، به اطراف و به عقب به خاطر آینه بزرگش، ولی آینه وسطش به خاطر اینکه شیشه عقبش کوچولوه یکم دیدش محدوده. کلاسترین رنگ بندی های خوبی داره همونطور که گفتم، ولی دیگه این انعکاس و رفله اذیت میکنه. تو رنگ سفیدش باز بهتره، یعنی من رنگ سفید رو الان میبینم اوضاع بهتری داره و توی ویدیو هم بهتر داره دیده میشه. عایق بندی موتوری نسبت به مثلا جک استری بهتره، نسبت به همه محصولات قبلی این شرکت و شرکت‌های دیگه خود ایران اوضاع بهتری داره، عایق بندیش بهتر شده واقعا، یعنی اینو باید بگم. از نظر گیربکسی همون گیربکس دنا هست و موتورم تقریبا همونه، ولی تو واقعیت اینقدر نمیده. شتابشو دیدین، شتاب 11 و 14 ثانیه، من حداقل چیزی که مثلا میگفتم بدترین حالت باشه 11 بزنه، حالا زیر 11، ولی اینقدر نداد. گیربکس خیلی مچ نیست، موتور خیلی راندمانش اونجوری نیست که میگن نهایتا 120 اسب بخار باشه این موتور، نه 160 اسب بخار، حتی نامیش هم در نظر بگیریم. گیربکس تقای به شدت زیادی داره، یعنی ببینید چپ و راست، جلو عقب، پارک، هرچی یه تق میزنه، یعنی اصلا براش عادیه. این گیربکس اصلا خوب نیست برای ماشین و کلا هم تحت فشاره. وقتی که شما میاری مثلا رو حالت ایکو رانندگی میکنی ماشین خیلی بی صداست و خیلی 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 مهمه که این نکته رو بگم، سیستم تعلیقش واقعا خوبه. کاری به این ندارم ماشین ساختن ایرادات داره، مونتاژش اینه، آپشنش اینه، هر چی که سیستم تعلیق خوبی داره. یعنی نسبت به رقیباش بگم از X55 MVM نرمتره، میتونم بگم از حتی KMC X5 هم تا حدودی نرمتره، یعنی حس نرمتری بهتون، ایرانی پسندتره تو این قضیه. از همون جک استری هم نرمتره، از هایمای S5 که خیلی خیلی خوش بود، اون اصلا تو قسمت نرمی حرفی برای گفتن نداره. ببین رو حالت اکو هستیم، باید خیلی پاتو توی گاز ببری، فرو کنی تو موتور که مثلا عکس العمل نشون بده. بذاریم رو حالت اسپورت، دوباره اون تأخیر هست و پاتون رو برمی‌دارین درجا دنده رو سبک می‌کنی، این قضیه خیلی خوب نیست. و برعکسش هم تو سرازیریان بعضی موقع است که یادش میره دنده سنگین کنه، یه موقعی هست یهو سنگین میکنه، سبک میکنه، گیج میزنه. خلاصه یعنی تو بخش گیربکسی اصلا هوشمند نیست و اصلا برنامه خوبی نداره. حتما باید برنامه‌اش عوض بشه، یعنی ساختاری کمتر مشکل داره، بیشتر برنامه‌ای. ببینید یهو اینجوری مثل اسب یورتمه میره، یهو یه استوپی میزنه، مصرف سوختش بالاست. یعنی این تستی که من شروع کردم هنوز 100 کیلومتر راه نرفتم، با سرعت داره میاد پایین. یعنی توی کامپیوتر سفری زده بود 430 کیلومتر، الان 330. من 70 تا باش راه رفتم، تازه با همون گاز دادنه اونو نوشته بود، یعنی با گاز دادن سنگینی که من میرم. خلاصه بگذاریم مصرف سوخت هم میدونن که زیاده برای ماشین دیگه، صدی حدود شاید 15 16 17 بسوزونه موقعی که زیاد گاز میدیم و تو شهر هم صدی 10 11 اینا میسوزونه. یکم دیگه گاز بدیم، موقعی که پاتون رو از روی گاز برمی‌دارین دنده رو سبک نمی‌کنه، همینجوری میمونه، دور موتور بالا میمونه. این صدایی که شنیدین صدای ESP تکنولوژی 50 سال پیشه. 50 سال که نه حالا، ولی 20 سال پیش یه اینجوری میزنه که کجا دیگه اینا هستن. مثلا ماشینای 20 سال پیش اینجوری بودن، ESPش اصلا توی پیچ لواسو مشخص میشه که چی هست. از نظر رانندگی، راحتی خوبی داره. از نظر جادار بودن میتونم بگم تو سطح متوسطی است به سمت خوب، با اینکه کراسوور کوچیک محسوب میشه، اصلا بزرگ نیست. دیده به اطراف و اینا خوبه بر راحتی رانندگی. ترمزش که دیدیم فوق افتضاحه، یعنی اون حواشی که در مورد ترمزش بود میگفتن مثلا ماشین چپ کرده باش، دیسک شکسته یا هر چیز دیگه، من زیاد باور نمیکردم تا موقعی که تست رو زدم، اون دوبار رو هوا اینجوری چرخید، واقعا دیگه ترسیدم. یعنی جزو معدود دفعاتی بود که موقع تست ترمز من انقدر ترسیدم، گفتم ماشین چپ کرد،
حالا توی ویدیو هم اگه دیده باشین تو صورت و اینا تا حدودی مشخصه خیلی وحشتناک و 52 متر یه رقم خیلی وحشتناک و خیلی غم انگیزیه برای این ماشین. دوباره گاز بدین، زور میزنه ماشین. فقط خوبیش اینه که دور موتور تا حدود 6000 تا میره، بعضی موقع 6000 تا هم بیشتر میره. این خودش نکته مثبتیه. دستمال کاغذیم از اون پشت پایین پرید، صدای اون بود. دوباره گاز میدیم. از نظر دیجیتالی رو نیاوردم اون حالت دایره‌ای چون دیده نمیشن اونا، ولی از نظر شتابی واقعا ضعیف، زور میزنه، زجه میزنه. یه نسخه شاید بگم بهبود یافته از همون کویکی هست که یه بار بررسی کردیم، خیلی هم حاشیه درست کرد، یه کم شبیه اونه. فرمونش برقیه که تو سرعت‌های بالا میاد یکم سفترش میکنه. ببینید الان توی سربالایی هستیم، دارم گاز میدم، مخصوصا رو دنده دو اون تنش موتور زیاد هست، دنده سه باز یکم بهتره. تو خروجی لواسون هستیم به سمت لشکرک، اینجا دیگه جاده همیشه معلومه که چقدر درب و داغونه و اینجا کیفیت سیستم تعلیق خوبش مشخص میشه. اینجاست که میبینیم نه، سیستم تعلیقش بد نیست، از نظر نرمی ایرانی پسنده و به درد جاده ما میخوره واقعا، با اینکه شاید خیلی ایرادات داشته باشه ولی تو این قضیه خوبه و نسبت به بقیه محصولات ایرانی که تا حالا دیدیم از همه‌شون بهتره. نسبت به خیلی از چینی‌ها بهتره. چینی هم رده خودش، هم قیمت خودش و هم کلاس خودش. خدمات پس از فروش رو بهتون بگم که اول اینکه کلا شرکت اومد اینو توقف تولید زد برای اینکه ایراداتش رو برطرف کنه، چون خیلی ایراد داره، خیلی ایرادات زیادی داره که من خیلیش اصلا نگفتم چون ریزه میزه ها زیاد بودن، اونا رو گفتم ولش کنین و گفتن که بعد یه مدت دیگه دوباره با قدرت برمیگردیم میزنیم. امیدواریم که اینجوری باشه، کارگر خودمون بیکار نباشن حداقل تو مملکت خودمون. یه دونه قاب آینه سمت راست شکسته زدن به در پارکینگ، به ستون پارکینگ. نمایندگی ها گفتن نداریم موجود، باید بیاین ثبت سفارش کنیم که بیاد. از کجا ثبت سفارش کنن تو تهران معلوم نیست، ولی دلتون به این قضیه خوش نباشه که آره همه چیش هست. نه واقعا اینجوری نیست، یعنی معطلی داره مثل بقیه شرکت‌های چینی و همونطور این ماشین خیلی از اجزاش چینیه، اصلا تو خود چین هم تولید شده، نه اینکه بگن تکنولوژی اونه اینجا تولید کردن. خیلی از قطعات و ادوات که اصلا اسم نمیبرم چون بعداً دوباره میان یه شکایت میزنن و گریه میکنن که چرا اینا رو گفتی، ولی خیلی از قطعاتش چینیه. یعنی فکر نکنین تولید داخله، تولید داخلی بیشتر مونتاژ داخله، حالا با اسم شرکت خودروسازی داخلی، ولی اینجوری هم نیست. یعنی توی پیچا از همینجا پیچ لواسون رو من شروع میکنم چون خیلی حائز اهمیت هست این قضیه. شما گیربکستون اگه بخواید به صورت حرفه‌ای بررسی کنین اصلا فرض نیست. اگه بخواید به صورت یک یوزر نرمال بررسیش کنین، تا بارونم نیومده زود گازشو بگیرم برم که بتونم پیچای لواسون رو براتون بزنم، هرچند که برگاتون میریزه از اون پیچای لواسون، ولی گیربکسش برای یه استفاده کننده نرمال چندان هم بد نیست. یعنی نمیایم بگیم که نه دیگه اصلا کلا گیربکسش به در نمیخوره. فقط چی شد نمیدونم، یه چیزی زد، آلارمی زد، نفهمیدم چی بود اصلا. حالا بریم گیربکسش. ببینید موقعی که شما پاتون از روی گاز برمی یکم گیج میزنه ولی بازم در کل بد نیست. فرمون صفر شده دیگه اینجا، الان فرمون سر پیچ صفریش یهو حس شد، بعد سرعت 60-70 تا صفر شدن شروع میشه. میخوام از بارون جلو بزنم به پیچای لواسون برسم، برای همین یکم دارم با عجله صحبت میکنم. از همینجا پیچا رو شروع میکنیم که ببینید چه جوریه و واقعا ترسناکه. ESP به بدی هرچه تمام‌تر عمل میگه اینجوری میکنه و انگار فکر میکنی یه نقص فنی تو ماشین هست، اصلا چیز جالبی نیست. گازشو میگیریم که بریم، رو حالت اسپورت هم هستیم، اینجا پلیس وایساده، حداقل یکم آروم مثل آدم بریم، هرچند در حال تستیم و یعنی نرمالش من اینجوری هیچ وقت رانندگی نمیکنم، دوستامون میدونن. سر پیچه اول پیچه لواسون به سمت سرازیری میریم، دوباره ESP اینجوریه، یعنی یورتمه میره سر جایی که مثلا شما فرمون میدین و اصلا امنیت نمیده بهتون، یعنی اون حس امنیت رو نداره برای تست کردن و شما باید 24 حواستون به این باشه که فرمون چجوری باشه، چجوری زاویه ورود خروج بزنین که ماشینتون چپ نکنه.
اکثر جا قبل اینکه بیام تست کردم، اکثر جا عقبش در میره، برای همین من دیگه زیاد فشار نمیارم. میرسیم به پیچه لواسون و سرعت رو اصلا زیاد نمیگیرم. تو دوباره اصلا همون دوباره نزدیک بود پیچ سراتو میشد پیچ ریرا. واقعا خطرناک بود این یه تیکه. خیلی هم آروم میرفتم، اصلا سرعت نداشتم. میره به بغل میره، نگاه کنید. خیلی راحت میره همینجوری برای خودش، هیچ پایداری نداره. لاستیک ایرانی هم روشه. و دوباره گازشو بگیریم. ترمزم که اصلا نداریم، ترمزمون تعطیله. بکنم ترمز تیبا کویک بهتر باشه. یعنی یهو ترمز میزنم عقبش اینجوری میکنه. این خیلی خطرناکه برای هندلینگ. یعنی کسی که این ماشین رو داره، حالا کاری به این ندارم هر کسی باشه، اصلا روی این که این ماشین رو 1.500 1.400 1.300 1.200 خریدین حساب نکنی که بگین نه دیگه ایمنیش دیگه خوبه، این دیگه مثل پرشیا و فلان نیست. نه اینجوری نیست، روش حساب نکنین. همچین قضیه نیست. من دیگه پیچه لواسون رو ادامه نمیدم برای اینکه فوق العاده خطرناکه با این ماشین و اصلا هندلینگ قابل اعتمادی نداره. در حد شاید بگم در حد پرشیان باز بهتره کم. در حد چی بگم نمیدونم. واقعا هیچ ماشینی اینجوری ترسناک نبوده که هم ESP شفت عمل کنه و همین که هندلینگ با سیستم تعلیقیناش تعطیل باشه. برای تست کشش سربالایی طبق معمول با سرعت 80 تا روی دنده دستی، برای اینکه ثابت بمونه سرعت و دور موتور بالا بمونه، از زیر دوربین تخته گاز میریم ببینیم که چه خروجی بهمون میده. از همینجا دیگه بریم یه ارفاق ریزی هم بهش بکنیم. ببینید تو سربالایی وقتی تحت فشار کل ماشین میلرزه. لرزش موتور هم از موتور گیربکس میده به اتاق، اصلا مال سیستم تعلیق و مال لاستیکا نیست. رینگ و لاستیکی در کار نیست برای این قضیه. لرزش موتور اون تنشه میده به خود اتاق. 120 تا رو اومدیم داد میزنه. ببین اصلا زجه میزنه برای خودش. 126 7 تا 130 تا میرسه. 130 تا نرسی. 130 تا 129 تا رفت. البته با جی پی اس میشه 124 5 تا. ولی این خیلی جالبه. توی جریان رانندگی هم دیدم که بارا این تنشه میده به اتاق میلرزونه. حالا همینه که هست دیگه. بخوام جمع‌بندی کنم با بودجه مثلا 1.500 600 به نظر من مثلا این ماشین جلویی همین جلومون اومد X55 MVM X55 پرو، حالا شاید یه ذره گرون‌تر باشه، به نظر من ارزش خریدش از این ماشین خیلی بیشتره. با اینکه مثلا سیستم تعلیق این ماشین فقط نرم‌تره، هندلینگ واقعا نداره، ترمز نداره، شتابش نداره، متریال داخلیش واقعا آنچنان خوب نیست، آپشنش به اینا نمیرسه. خب چیش به اینا میرسه؟ خدمات هم که اینجوری رو هوا و خیلی چیزای دیگه هم که نگفتم، چون میدونم همه چی رو بگم واقعا دیگه یه داستانه سنگینی دوباره بیخودی برامون درست میشه و اونایی هم که مالکن فکر میکنم ما پدرکشتگی داریم با این قضیه. هر چی خوبی که داشت این ماشین گفتم، نقاط قوتش رو گفتم که کجا هست، تو متریال، تو برنامه، تو سیستم تعلیق، تو عایق بندی، هر چی که بود و توی ویدیو گفتم. ولی دیگه بعدیاش هم گفتم و ارزش خریدش هم گفتم. مثلا نسبت به جک استری بخواید در نظر بگیرین، این ماشین خیلی خیلی از جک استری بالاتره، خیلی خیلی از هایمای S5 بالاتره به نظر خودم، نظر شخصی. با اینکه اون هایمای مثلا چینی فلانه ولی متریال نداره، اون فیس این از اون بهتره، هندلینگش اون بهتره تا حدودی، ولی اون خیلی خشکه، این خیلی نرم‌تره. از نظر امکاناتی ماشین تا حدودی یه ذره از اون بهتره، برام این از اون بهتره. اینجوری نیست که بگم نسبت به هر ماشینی بدتره. شما بگین که با این بودجه 500 600 چه ماشینی، اصلا سواری شاسی بلند، اصلا ریرا نظرتون چی بود، اصلا خودتون چطوری، حالتون خوبه؟ یه لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بدرود.